قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام بینندگان و شنوندگان عزیزی برنامه های ما، امروز عزیزان در روز دوشنبه در برنامه ترازوی عمل و نزدتون با یکی از موضوعهای مهم زندگی آمدم. موضوعی که بار مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید و می گوید پیامبر الله، من اینقدر ذهنی تیز ندارم و من یک توصیه کنید که برای من بسنده باشد. یک توصیه کنید که برای من بسنده باشد و به من توصیه زیاد نکنید، یعنی کوتاه به من یک وصیت کرده باشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا تغضب، غضب نکن، غضبانی نشو. با همین یک وصیت کوچک پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردی که میگوید من میخواهم برای آسانی زندگیم از شما مصلحت گیرم، او را گسیل میکنند. پس اینجا عزیزان مسئله عصبانیت، مسئله غضبناک شدن، میدونید که چقدر پیامدها، چقدر بلاها، چقدر جدایی های دارد. آیا شنیدید کسی گفته باشد که من در آرامی زنم را طلاق دادم؟ تقریبا هر یک نفری که زنش را طلاق داده است میگوید در وقتی غضب زنم را طلاق دادم. آیا شنیدید کسی را رفت آرامانه کشت یا زخمی کرد؟ نه، غضب کردن، داد و فغان کردن، یکی بالای دیگری پرید یا جهی دیگر با همین کشتار و زنازنی شد. یعنی جرم ها، مصیبت ها، زنازنی، بالای همدیگر بدگویی، همه اینها نتیجه غضب هستند. برای همین اگر انسان تواند در وقت غضب کردن زبان خود را به دست گیرد، دست و پای خود را به دست گیرد، او تواند بالای خود حاکمیت کند، دیگر میبینید که از وی انسان یک پادشاهی که مردم دوستش میدارند، انسانی که مثل فرشته است و آزارش به دیگران نمیرسد پیدا می شود. یعنی انسان الکی کاملا تمام بهترین خصلت ها را دارا می شود. برای همین امروز صحبت من عاید عصبانیت، ضررهای آن و راه پیشگیری از آن است. پیش از همه چه خیلی که گفتم، جدایی های زیاد، خانه ویرانی های زیاد، قهرگی های زیاد، از هم جدا شدن دوستان، بر هم زده شدن اتفاق ها، از کار رانده شدن، دلخنکی، تهمت کردن، حتی با مشت و لگد بالای همدیگر تعدی و دشمنی کردن ها، همش نتیجه غضب می باشد. اما پس نباید انسان هیچ غضب کند؟ اگر اینقدر غضب ضرر دارد و آفت دارد، پس چرا ما میتوانیم بگیم که هیچ غضب نکن؟ گفته میتوانیم یا نه؟ نه عزیزان، غضب کردن مثل خنده کردن، مثل گریه کردن، مثل خفه شدن یا در بعضی حالتها غمگین شدن هست. یعنی از حسیات های انسانی هست که آن را از انسان جدا کرده نمی شود. کسی خوشحال است، نمیتوانیم به او بگیم خوشحال نباش، یا خودمون رو ما امر کرده نمیتوانیم که گریه کن. گریه خود از خود می آید. یعنی خصلت های انسانی هست که ضعیفی انسانیت رو آشکار میکند. انسان یکی گریه اش آید بالای خود هیچ حاکمیت کرده نمیتواند، یعنی گریه اش رو به عقب برگردانیده نمیتواند. خنده اش آید هم بعضا محزون یا خیلی غمگین میشویم، هر چی میکنیم غم رو نمیتوانیم از قلب خود دور کنیم. غضب هم عیناً همین گونه است. پس نمیتوان بگویم که انسان هرگز نباید غضب کند. نه، غضب از خصلت‌ها یا ببخشید از حسیات‌های هست که در داخل هر یک انسان سالم وجود دارد و در پیامبران حتی بود. الله میگه ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا.
موسی وقتی دید که مردم دیگر گوساله پرست شدن خیلی متاسف، خیلی با غضب برگشت به نزد قومش. و این چنین درباره حضرت یونس میگوید و ظنون اذ ذهب مغاضبا و ظن ان لن نقدر علیه، و به خاطر اور ظنون یوسف را، ظنونه که غضب کرد و گفت دیگر این مردم ایمان نمی آورند، دیگر من امید ندارم به ایمان آنها، در حالی که الله قادر است که قلب مردم را در یک دقایق کوتاه یا گفتیم حتی ثانیه ها و این طرف و آن طرف برگرداند. و خود پیامبر هم صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر میگن اللهم انما محمد بشر، الله هم محمد یک بشر است، یغضب کما یغضب بشر، همان گونه که انسان ها غضب میکنند محمد هم غضب میکند. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن با یکی غضب کردم، با یکی ناسزا گفتم، با یکی چیزی گفتم و اذیت کردم، پروردگار تو به خاطر همین اذیتی که از دست من کشید گناههای او را کفاره کن و برای او حسنات بیفزای. پس عزیزان غضب را کلا نابود کرده نمی شود، چون از احساسات ها یا حسیات های هست که در داخل انسان است. اما وقتی پیامبر در صحیح بخاری مرد آمد و گفت اوصینی پیامبر خدا به من نصیحت کنید، پیامبر گفتن لا تغضب، غضب نکن. او باز گشته گفت پیامبر مرا یگان نصیحت کنید، فردد مرارا، او گشته برگشته من میخوام شما به من نصیحت کنید، میگفت پیامبر برگشته میگفتن لا تغضب لا تغضب. پس چرا پیامبر گفتن لا تغضب در حالی که انسان نمیتواند بعضا غضبش رو به دست گیرد؟ یعنی نگاه کنید بر علا دیده ایستاده یک انسان کاری را کرده ایستاده است که علاج نیست که انسان سالم غضب نکند. این عموما بی غیرتی هست که میبینید درباره عائلت کسی چیزی میگوید، درباره شخصیت خدا چیزی میگوید، درباره دین الله کسی چیزی میگوید که عموما بی ایمانی است. وقتی کسی حدود از حدود الله رو پایمال کرده تو من غضب نمیکنم گویان آرام نگاه میکنی. نه، پیامبر وقتی گفتن لا تغضب در شرح حدیث در فتح الباری هم میآورند که تو اون چیزی که غضبت به تو امر میکند آن رو نکن، یعنی خواه و نخواه که تو غضبناک میشوی، اما غضب تو یکچند در وقت انسان غضبناک شدن میتواند که غضب دیگر شعله از آتش است و انسان وقتی که غضبناک میشود هم از جهت طب هم از جهت شریعت عقل انسان پوشیده می شود. انسان دیگر نمیتواند زبان خودش را به دست گیرد، انسان دیگر نمیتواند حتی دست و پای خودش را به دست گیرد، چشمای انسان سرخ می شود، چهرهش دیگر انسان طبیعی نیست، گپهایش گپهای طبیعی نیست. یعنی غضب اگر انسان به حالش غضبش را ماند و خود را به دست نگیرد یا گفتیم بالای غضب خود تحکم کرده نتواند، میبینید که از انسان چی جانوره پیدا می شود و چی چیزهای نمیگوید و چی کارهای نمی کند. و سخن پیامبر هم به آن مرد که لا تغضب گفتن معنیش این است که وقت غضبناک می شوی اون کاری که در وقت غضبی تو به تو می فرماید از پی اون نشو، وگرنه بی غضب که نمی شود، خواه و ناخواه غضب می کنید. و اینجا حدیث دیگر در مسند امام احمد است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اذا غاضب احدکم فلیسکت، وقتی یکی از شما غضبناک شود، عصبی شود، ساکت باشد، زبانش را به دست گیرد. برای چی؟ چون در وقت غضب انسان چیزهای میگوید، گپهای میگوید، تا 1000 ساله طعنه های پیشتره، تا 1000 ساله حقارت و دشنامهایی که مردم اصلا انتظارش نبودن، حتی طلاق، بازنی که 5-6 فرزند دارد در وقت غضب طلاق بعد از این میگه چیکار کنم غضبم بود. در وقت غضب خودت رو باید به دست می آوردی. طلاق غضب و بی غضبی رو نمیشناسد. و اینجا عزیزان پس وقتی میگوییم غضب اولا بدانیم که غضب از احساسات های طبیعی است که باید در یک انسان باشد، در هر یک انسان باشد. انسانی که غضب ندارد یعنی غیرت ندارد. اما برای اون که بعضی حالت ها می شود که غضب نکرده نمی شود. در چهره پیامبر غضب آشکارا دیده می شد، حتی سرخ می شدن، غضب می کردن، لیکن به خاطر غضبشون کسی را دشنام نمی کردن، دست به دست و به گفته خودمون شفی نمی کردن، تهمت و دیگر انتقام های دیگر نمی کردن، غضب می کردن، از ما گفته های غضب را نمی کردن. برای همین عزیزان اینجا
مسئله غضب جدی هست. مسئله غضب مسئله جدی است، برای اینکه در حقیقت ضررهایی که از غضب به ما می آید از یگان خصلت دیگری ما یا خاراکتر دیگری ما به دست ما نمی آید. اولا ببینید کشتارها، قتل، کسی رو کشت، همسایه یا حتی زنش رو مثلا با کرد زد میگویند، خواهرش رو زد و دیگر معیوبش کرد، مجروح شد. میبینید که همه اینها به خاطر غضب است. یعنی بر علا به جنایت دست زدن، بر علا کسی رو ضرر جسمانی رسانیدن و حتی ضرر جسمانی به عائله خود، به همسر خود، به خواهر خود، به برادر خود، به فرزندان خود رسانیدن. اینها همش از کجا هست؟ در حالت غضب. کسی که آرامانه کسی رو نمیزند در حالت غضب است. و میبینید من غضب کردم نفهمیدم، اما چیکار کردی؟ کسی رو دستش رو شکستی، کسی رو چشمش رو کور کردی، کاری کردی که اون نفر تمام عمر نمیتواند با تو مثل انسان صحبت کند. او دیگر هراس دارد، میگن انسان دیوانه است، در وقت غضبش انسان رو میزند. یعنی عموما قدر یک انسان زیر پا می شود وقتی که در وقت غضب خود رو به دست گرفته نمیتواند. یعنی من قهرم برآمد خودم رو داشته نمیتوانم، من باید کسی رو بزنم، من باید کسی رو دشنام کنم، کسی رو چیزی بگویم که او هم مثل من دیوانه شود، به غضب آید. اینها از اخلاق مسلمان نیستند. در ما آیت قرآن کریم است در صفت انسان های با تقوا الله میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. مؤمنان نفرانی هستند که وقتی غضب کردن غضب خود را فرو میبرند. یعنی در وقت غضب به آنها از شیطان وسوسه میکند، وجدان غضب آلودشان میگوید حقارتش کن، دشنامش کن، طعنه‌اش کن، نه از جد بخیز، اصلا بزن، اصلا کارد رو بگیر، دستش رو بگیر، اصلا اینقدر کن که این تمام عمر دیگر به خود نآید. اما والکاظمین الغیظ، اینها مسلط هستن، میگن نه من این کارو نمیکنم، برای اون که حاضر میکنم غضب من فرو میرود، بعد از آن خیلی خیلی پشیمان میشوم. پس اینجا عزیزان ضررهای غضب رو از جهت اجتماعی نگاه کنیم. ببینید چقدر عائله ها ویران شدند، چقدر همسرها از دست شوهر در وقت غضب لت و کوب شدند، چقدر برادرها زندان رفتند، چقدر برادرها زندان رفتند که در حالت غضب کسی رو زدم، کسی رو کشتم، کسی رو نابود کردم. همش در حالت غضب بود، همش در حالت غضب بود. از چیز دیگر مدت هاست که بعد از اینکه در اینترنت درباره هر یک کسلی تیپ وایب هم هست در زبانی در کانال های عربی، درباره کسلی ها یا بیماری ها زیاد سایت ها هستند. هر بیماری که هست شما میتوانید دربارهش از اینترنت پیدا کنید. خودی بنده بعضا درباره یگان بیماری رو شنیدم، دربارهش کم میخوام کفت و کف کنم که چه خیل بوده است، سببش چی میشده باشد، معالجه از چی. باور کنید عزیزان تقریبا 99% بیماری ها وقتی میبینید یکی از سببهایش غضب میگویند، یکی از سببهایش انسانی که زود غضبناک میشود، انسانهای عصبی اساسا به این بیمار گرفتار میشوند. خواه فشار برنده باشد، دولینی میگیم، خواه کسلی های قند وزمینش باشد، یعنی کسلی های قند درجه بالا باشد، خواه زود به گوشکاری مبتلا شدن باشد، خواه دولینیا یا گفتیم فشار بلندی چشم باشد و زود چشم را از دست دادن باشد، خواه لرزش های بدنی باشد، خواه حتی آژنگ های روی چهره باشد و خواه فربگی باشد. یعنی یکی از سبب های زیاد فربه شدن و از حد وزن خود را کنترل نکردن میگن دپرسی است و این چنین زود عصبانیت که انسان هایی که عصبی هستن زیادی ها عصبانیت خود را میخورن، با همین این گونه فربه شدن میگرند و بیماریاشون زیاد میشود. یعنی وجز اینکه برای ما به عائله ما به اطراف ما عصبانیت ضرر دارد، به جسم ما اینقدر ضررها دارد که شماره کرده نمیتوانید. یعنی پیداش میکنید کسلی سببش این است که این گونه انسان هایی که زود غضبی میشوند انا به همین بیماری گرفتار میشوند، انا به همین بیماری گرفتار میشوند. یعنی انسان ها
با غضب جسم خود را هم از دست میدهند. زود پیر شدن، چه خیلی گفتم، زود کر شدن، زود کور شدن، زود زبان خود را داشته نتوانستن و زبان نصفی کلمه را تلفظ کردنش و نکردنش، و از همه عجیبش حافظه خود را از دست دادن. حتی در کتاب های طبی پیشین هم، یعنی از ابن قدامه دیگر علمایی که طبیب بودن، در کتابشون میخواند که آنه که بالای غضب خود تحکم کرده میتواند، یا به گفته تاجیکی عادیمون بگوییم زور برآمده میتواند، او در حفظ هم خوب میشود، در حاضر جوابی هم. یعنی آدم های آرام هم کلامشان برا میبراید، هم ذهنشان خوب میشود. این را در کتاب های پیشین هم پیدا میکنید، یعنی کتاب های طب قدیم. عیناً همین گونه مسئله در طب معاصر هم هست. یعنی در طب زمانوی هم اونهایی که زود فراموش خاطر میشوند، از اینکه زودتر آنها عصبانی میشوند، زود غضب میکنند. و میبینید یعنی خیلی عجیب است، در حقیقت آدم‌هایی که زیاد غضب میکنند و اینها رو از کجا میفهمید زیاد جنگجولی هستند. عادی ترین چیزی که به پیششون قلم افتی تمام دنیا تمام میشود، داد و فغانشون میبراید. مادر عصبی بی خبر کودکش یک پیاله چای رو ریزونه، دیگر خانه قیامت میشود، داد و فغانش میبراید. پولت تلویزیون یکی گم شد، پدر فوتبال داشت، دیگر خانه رو قیامت میکنن. یا یعنی همین گونه اینها رو ما جنگره هم میگیم. در تاجیکستان آدمان عصبی رو اساسا جنگره میگیم. جنگره چی؟ هر میده و چوده با دیگر او میتواند جنگ کند. گاو گرسنه ماند، شاید تمام شب دعای بد شنوند. یکی به خبر خانه نرفته مون، امروز خانه قیامت است. یکی به خبر شکم کسی امروز گرسنه مون، باید چند نفر گریه کند و چند نفر شلاق خورد و چند نفر دیگر تا چند روز دیگر به این خانه در آمده نتواند. یعنی این گونه عصبانی انسان‌های جنگره هستند که باور کنید میبینید هزار و یک درد دارن. یکی اینجاشون درد میکند، یکی طرف دیگرشون، یکی گوششون خوب نیست، یکی چشمشون خوب نیست، یکی فشارشون بلند و پایان شده میگیرد. هزار و یک بیماری. و از چهرهشون هم انسانی جنگره رو از اوژنگ‌های چهرهش هم انسان میتواند بشناسد که زیادی اوژنگ‌های بین دو قاش دارن. پس عزیزان، در باره غضب خیلی باید فکر کرد و راهی چاره را جست که ما نه جسم خودمان را تسلیم غضب کنیم و این همه بیماری را به خود آوریم که میدونید شخص بیمار یک دقیقهش مثل سال میگذرد آنی که درد میکشد. و این چنین ما باید راهی چاره غضب را بدانیم و کار کنیم که اطرافیان از ما نفرت نداشته باشند. آدمی جنگره همه از اون نفرت دارد، از همسر خانه اش شروع کرده تا فرزندش، تا همسایه هاش و خیش و تبورش. زیادی ها میگن در فلانی جماعت فلان انسان می آید، یعنی آدمی عصبی یا جنگره. اگر گفتید هم میگوید من نمیرم و من نمیتوانم در سفره که خانه ها یک جنگ میشود اشتراک کنم. یعنی مردم متنفر هستن از انسان های جنگره و عصبی که باید هر جا رفتن برای آنها عجیبش نیست که سبب نباشد هم سبب میکوبن. انسان‌های جنگره رو میبینید اگر سبب نباشد برای خود سبب میکوبد تا که جنگ و جنجال کند. پس اینجا چیکار کنیم تا غضب از ما دور شود؟ چیکار کنیم؟ پیش از همه عزیزان، در ما یک فکری خیلی غلط هست. هر کسی که قهر و جهلش بالا است، هر کسی که جنگره هست، عصبی است، صدای بانگ دارد، در وقت غضب داد میزند با خرخشه گلویش، میگویند فلانی خیلی با قوت است، از او همه میترسند از او. اما قوت آیا همین گونه غضبی بودن و عصبانی بودن و جنگجولی بودن است؟ هرگز این گونه نیست. در ما حدیث در صحیح بخاری و مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لیس الشدید بسرعت انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. قوی بودن با گوشتینگیری و هر یک نفر رو بینی بیا با من به میدان برو و به جنگ آمادگی و همیشه در مصارعه کشمکشی و جنگجال ها نیست. نه، این قویگی نیست. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. انسانی قوی نفری هست که در وقت غضب یملک نفسه، معنای یملک نفسه خود را به دست میگیرد و زبانش آمد چون در غضب هست زبان را میدارد، یملک، میقفد، چیزی نمیگوید.
میخواهد بزند، قدرت زدن رو هم دارد، بازو و دست هم دارد، لیکن خود را به دست میگیرد. اما غضب میکند، اما دست و زبان خود را، بدن خود را نگه میدارد، یعنی از پای غضبش نمیشود. پیامبر میگن همین شدید است، همین قوی هست، همین است نفری قوی. چرا نه عزیزان؟ نگاه کنید، هر کسی که یک پدر عصبی داشته باشد یا مادر عصبی داشته باشد، یگان مشکلش رو به او نمیگوید. برای چی؟ یک انسانی ضعیف است، همین که گفتی داد و فغان میکند، به او نمیشود. برعکس یک مادر لاغر بیچاره دارد، هر مشکلی گفتی با آرامی حلت میکند، راهش رو نشان میدهد، میگوی من مشکلم رو با این آسان میکنم، با این میگویم، در حالی که جسم این رو بین و جسم آن رو بین. در مکتب هم همین گونه است. کودکا هر معلم یا استادی را دیدن که به هر میده و کلان داد میزند، کلی مشکلی رو از او پنهان میکنن و تا میتوانند خود را از او دور کنند. یک ضعیف و بیچاره هست که مردم میدونند که به او درد دل کرده نمیشود، به او مشکلی را رسانیده نمیشود. او پیش از مشکلی خودش دیگر به داد و فغان و انفعال و گفتی رسو به استریک میافتد. اما یک نفر آرام میگه هر چی گفتم میتواند، حداقل غضب نمیکند و مشکلی هم رو دو برابر نمیکند. برای همین گمان نکنیم که در وقت غضب یکی رو من وقتی قهرم من خودم رو داشته نمیتوانم، من اینش رو میزنم این میکنم اون. بیچاره هستی، بیچاره هستی. هر کسی که میگوی در وقت غضب من به دهانم اومدگی رو میگویم، من به دستم اومدگی رو میزنم، بیچاره ضعیف هستی، ناتوان هستی، نمیتوانی خودت رو به دست گیری و بازیچه همون شیطان هم هستی که شیطان است که انسان رو اساسا به غضب می آورد. پس اینجا اولا باید بدانیم که آرامش یعنی قوت است. انسان هایی که در وقت غضب زبان خود را داشته توانستند و دست و پای خود را داشته توانستند، بداند که انسان های قوی هستند. گفته ملوک هستند در زمین، پادشاه هستند که آنها توانستند این همه مصیبتی که میتوانند در وقت غضب انجام دهند انجام ندادن. چیزی دیگر این است که اگر انسان ضررهای غضب را داند عزیزان، تا میتواند در وقت غضب میگوید ارزشش را ندارد. یعنی باید علل خصوص زنها، من حیران میشوم به بعضی خواهرکانی که عادی ترین چیز است کودکت رفت و لباسش را درونید، برای همین باید قیامت برپا کنی، کودک رو میزنن، داد و فغان میکنن و چند کس شکایت میکنن یکی خوراکشون خوب نبرآمد یا دختر خوراک خوب نپخت، خانه رو به غوغا تبدیل میدهند که اینقدر کارتوشکه و بیخی رو تو اسراف کردی، اما ارزشش رو دارد. به خاطر 4-5 دانه کارتوشکه و بیخی یا سبزی ما میتوانیم اینقدر خانه رو ویران کنیم. یعنی از این که بیخبر هستیم که این غضب ما چقدر به جسم ما ضرر دارد و چقدر این اهل خانواده ما رو از ما متنفر میکند که میگویند کاش همین انسان یا آرام شود یا در همین خانه نباشد که ما دیگر نفس تازه کشیم. برای همین باید بدانیم که ضررهای غضب رو هر یک انسان باید بداند تا که در وقت غضب به خود باید که من چیکار کرده ایستادم، آیا ارزشش رو دارد یا نه. دوم، در آیات قرآن کریم است الله میگه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. وقتی شیطان تو رو به غضب می آورد، ینزغنک را ابن جریر طبری میگویند وقتی شیطان تو رو به غضب می آورد به الله پناه ببر، به الله پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چگونه که دو مرد وقتی همدیگر رو حقارت و دشنام و داد و فغان میکردن، پیامبر گفته بودن که اگر حاضر اعوذ بالله ببخشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت، این غضب از اون میرود که اون مرد نمیگه. یعنی اولا چیزی که میکنید حتما باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت بلند تا که شیطان از ما دور شود. دوما خیلی که گفتم پیامبر میگن وقتی کسی از شما غضب کرد ساکت باشد، زبانت رو به دست گیر، تا میتوان باید در وقت غضب ساکت بود. عزیزان اینجا نگاه کنید، در وقت غضب به همدیگر میگوییم، خودم هم انسان هستم، مادر هستم، همسر هستم، در وقت غضب به همدیگر میگوییم آیا اون طرف یگان گفته ما رو قبول میکند؟ یعنی دو نفر غضبی شدیم، گفتیم جنجال شدیم، ما هرچی به دهانمون آمد گفتیم،
او هم هرچی به دهانش آمد گفت و هر دو در وقت غضب هستیم. آیا کسی سخن کسی رو قبول میکند؟ کسی رو نمیشنود. ما فقط میگوییم، چون در وقت غضب گوش ها حتی از کنترل میبراید. یعنی عقل انسان چی شنیده ایستاده است و آن را چگونه جای کند نمیتواند این گونه کار کند. یعنی روش عقل انسان، عصبهای انسان کاملا دیگرگون می شود در غلیان یا در جوش خروش خون. برای همین در وقت غضب هر چی گفتیم هم بیفایده هست، فقط دهانمون درد کرد. همین آره بگویید اون نفری که شما رو به غضب آورد حتما باید به او بگوییم، اگر عاقل باشد حتما باید به او صحبت کرد، اما نه در وقت جنگ و جنجال که فایده ندارد. بعد از آرامشش وقتی که، چون او هم در وقت غضب چیزی رو از ما قبول کرده نمیتواند و با عقلش دیگر فهمیده و درک کرده نمیتواند، میتوانیم بعد از بگوییم که آره همین چیز رو گفتی، همین مسئله بود، من باید این رو بگویم اون رو بگویم. یعنی چیزهایی که ما میتوانیم و باید بگوییم که به بعضی ها پیشتر هم گفته بودم جزای احمق همیشه سکوت نیست. بعضی ها احمق نیستن، باید بگوید که او درک کند که کی هست و چی هست و چی کار باید کرد، اما در وقت غضب نه. در وقت غضب از این که گفتنها فایده ندارد و به همان مخاطب ما رفتن میرسد و اثر و تاثیر ندارد، باید سکوت کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اذا غاضب احدکم فلیسکت، در وقت غضب ساکت باشید، چیزی نباید غضب کنید، بگذار بدونه که شما غضبناک شدید، اما دهان کتی گفتن فقط آبرویتان را میبرد. چقدر انسان ها هستند، چقدر انسان هایی هستند که با آبرو بودن، با احترام بودن، عزیز بودن، با سخنهایی که در وقت غضب گفتن دیگر عزتشان نموند، دیگر هیچ کس آنها رو میگه این وقت غضبناک میشود یک به انسانی تبدیل مییابد که دیگر میگوی انسان نیست، مثل حیوان سخنرانی میکند. دشنام حقارت هایی که از دهان این در وقت غضب می آید از دهان انسان های بدبخت هم نمی آید. برای همین در وقت غضب هرچی گفتیم علیه ما، یعنی بر ضد خودمان هست، خودمان را نابود میکند. بهتر است سکوت کنیم، اما نگفته نمانیم. وقتی که آن انسان آرام شد یا اوضاع مناسب شد، حتی چند سال بعد باشد، در آنجا باید بگفت که من گفتنی های دارم برای شما که همین گونه چیز است باید برسانم. میبینید که چقدر تاثیر میکنه، چقدر بعد از یک نفر آرام شدن شما در وقت غضب کارهایی که کرد و گفت به او میرسانید و او چقدر تاثیر میکند. این در مشکلی اولیوی هم همین گونه است، در مناسبت با دوستان و اطرافیان هم، حتی با دشمن هم همین گونه است. مسئله دیگر در ما حدیث پیامبر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی در حالت غضب راست ایستاده باشید بنشینید، نشستید و نشد دراز کشید. نگاه کنید انسان هایی که در حالت غضب راست ایستادن به چه کارها دست میزنند. انسان غضبی راست ایستاده است یا میزند یا یگان چیز رو میشکند یا دو نفر همدیگر رو میزنند. برای همین پیامبر گفتن بنشینید یا اینکه خواب کنید. در بعضی روایت ها مکان رو ترک کنید. مکان رو، همین مکان رو ترک کنید در نزد تقریبا تمام روانشناسان هست. یک چند سایتی که درباره غضب پیشتر خوانده بودم در همش همین گپ بود که خانه رو ترک کن. وقتی جنگ و جنجال اولیوی می شود که در همه جا هست، در خانه سید خلق العالمین محمد صلی الله علیه و سلم جنگ و جنجال اولیوی داد و فیقان می شد، حدیث صحیح هست درباره‌اش، در همه خانه ها هست. خانه رو ترک کن. اینجا بعضی ها میگن نه من به اجازه شوهر خانه رو ترک نمی کنم. عزیزم همینجا ماندی طلاق میگیری. بعضی حالت ها هست که اینقدر غضب شوهر بالا هست که اگر زن 2-3 قدم نمونه یا بیرون نرود یا خودش سکته دل می شود یا همونجا طلاق می شود یا یکی رو تا مرد دیگر میزند یا چیز دیگر یا کودکای بیچاره حالشان بد می شود. مکان رو ترک کن. در همه جا، فقط در خانه نه. با دوستت تلفن، جنگ های زیادی ما با تلفن است عزیزان. حضر اینقدر زیاد شده است، دیگر می دروی در تلفن او میگوید تو میگویی، او میگوید تو میگویی، او هم تو رو نمیخواند تو هم او رو نمیخوانی، تو فقط میگویی. تاثیر دارد تاثیر ندارد، ترکش کن بگو بماند برای بعدن صحبت میکنیم. هر چی بگوید پگاه بعد از پگاه میبینید که گفتن او دیگر است یا عموما
شیطان اخرس ساکت کرد و گمنام شد. انا همین گونه اگر موافق حدیث پیامبر نگاه کنید، در جنگ و جنگجو غضب کردید اما برآمدید و رفتید، اون نفر چیکار میکنه؟ از قفای شما دویده میرود. اگر دوید که دویدید، شما رفته نرسانید، مسئله حل میشود. اینقدر همدیگر رو تا اندازه که تمام اون نفرت داشته باشیم آورده نمیرسانیم. چیز دیگر عزیزان، یکی از سبب‌های اساسی دیگر، اون چیزی که ما رو به غضب می آورد یا اون چیزی که ما میکنیم و دیگران رو به غضب می آورد، از آن باید دست کشید. شوخی های بیهوده هست، علل خصوص در عائله ها، در بین زن شوهر عادی با هم شوخی داشتن، کلمه از دهان شوهر برآمد که زن دیگر میترکد از غضب که چی گفتی الان، یا برعکس زن چیزی رو گفت که شوخی عادی بود، دیگر شوهر تا طلاق می رود. زیاد از خواهرها میگن طلاق داد، سبب چی بود؟ نه ما صحبت عادی داشتیم، یکی شوخی کردم، شوخی بی‌مزه بود یا شوخی غیر مورد بود که اینگونه شد. پس وقتی میدونیم که شوخی های زیاد رو آن نفر تحملش رو ندارد، که اکثریت شوخی ها وقتی یک کم به طعنه و عیب و یعنی گفتن عیب ها آمیخته می شود، می بینید نفر مقابل آن را قبول ندارد، بهتر از شوخی نکنید، علل خصوص به نفرانی که آنها اهل شوخی نیستند. آنها همه چیز را به جدیت میبرند و یک و یک باره به جنجال می روند. و جز شوخی انسان هایی هستند که شما میدانید که با همین انسان صحبت کردید، خواه و نخواه غضبناکتان میکنند. یک جاهل است و عارض عن الجاهلین، همین گونه ها رو الله میگه. یک جاهلی هست که کی همراهش نشستید کاری میکند که شما غضبناک میشوید و گفتیم غضب چقدر به شما ضرر دارد و گاهی مثل خودش احمق میشوید. بهترش از اینها دور بود. و بر علا گفت نمیتوانم زیاد با شما صحبت کنم چون به خوبی نمیبرد، تجربه به من نشان داد چه مشکل دارد. یعنی با این گونه انسان ها باید کم صحبت شد. و البته که مسئله های جدال، نگاه کنید عزیزان، یک مسئله کوچک، من مثال از مسئله دینی می آورم، مسئله رفع یدین در نماز. وقتی که الله اکبر گفته بر رکوع می رویم، از رکوع بر می خیزیم، الله اکبر گفته به سجده می رویم. بعض اهل علم یک دو سه نفرشون در همین مسئله همدیگر رو همه گپ می گویند. تو خائن هستی، تو دشمنی الله هستی، تو دشمنی اسلام هستی، تو این هستی، تو این هستی، تو وهابی هستی، تو چی مذهب پرست هستی، هر چیز. چرا آخه شما نگاه کنید در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، کسی در نماز الله اکبر گفته بر رکوع رفت و گناهکار نشد، وای خطا نکرد، نمازی و ویران نیست. اما میگن این نکنید. برای اینکه من دیدم که از شاگردای عبدالله بن مسعود شنیدم که فقط در وقت الله اکبر گفتن میکردن. دیگر مذهب ها همشون میگن نه، در ما حدیث است که پیامبر در وقت رکوع سجود میکردن. خودی صاحبان مذهب به همدیگر در این مسئله هیچ دعوا ندارن. و من پیشتر هم گفته بودم امام شافعی شاگرد ابو یوسف هستن، امام محمد شاگرد امام مالک هستن. نوبته امام مالک رو امام محمد روایت کرده هستند که صحیح ترینش روایت محمد است که شاگرد ابو حنیفه هستند. ما اینها رو چی میگوییم؟ امامان میگوییم. اکنون نگاه کنید این علما در این مسئله اگرچه همه در فکرش بود، هرگز حقارت و دشنام نکردند. امروز در ما کتاب هست، سخن علما هست، یک مسئله که نمازی کسی باطل نمی شود، کسی ترک کرد یا انجام داد نمازی و باطل نیست، ثواب میگیری، نکردی گناهکار نمیشه، مسئله تمام است. چرا اینقدر جنگ شد؟ چرا اینقدر همدیگری رو پس زدن؟ تو بدعت کار هستی، تو حدیث رو رد کردی. یعنی خیلی خیلی انسان به تعجب می افتد. دیگر مسئله ها هم هست، مسئله های یک مستحب، یعنی کردنش ثواب، نکردید گناهکار نمیشوید. با جنگ و جنجال، در حالی که حقارت کردن مسلمان گناهی کبیره، تهمت کردن مسلمان گناهی کبیره، تحقیر کردن مسلمان، تحقیر کردن کلا علل خصوص اهل دین باشد، اهل دین است که این گناهی کبیره. به خاطر امری که کردی و نکردی ثواب و گناهش نیست، بعضی مباحات به این قدر گناه ها دست میزنن. بسیار خواهرها هم عیناً همین گونه ثواب میگن که معلمه جان در همین مسئله سپار شده ایستاده است. من میگم چرا؟ مسئله رو به حالش کنید، کسی کند و نکند گناهکار نمیشود.
کرده ثواب نکنه چیزی نیست، به حالش مونه. چرا اینقدر به خاطر همین همدیگری رو تو این هستی میگه؟ عیناً همین گونه مسئله های دینی هست، مسئله های عادی هم هست. عادی در خانه می نشینن، یک مسئله کوچک، فلانی همین وقت مرد، فلانی از ازبکستان است، نه قزاقستان است، نه ازبکستان است، جنگ و جنجال. آیا میدونید مسئله ابن سینا رو؟ ابن سینا از ازبکستان است، ابن سینا از تاجیکستان است، ابن سینا از افغانستان است. ازبک و تاجیک با هم جنگ میکنند. عزیزم مسئله چی هست؟ اصلا ابن سینا از کجا هست و از کجا نیست، و تو کجا قدر تو رو میبرارد؟ تو که ابن سینا شده نمیتوانی. هر کی بود عالم مسلمان فارسبان بود، بگذار از داخل تاشکند باشد، بگذار از داخل دوشنبه باشد، مسئله چرا اینقدر همدیگری رو دشنام و حقارت و تحقیر و به خاطر یک مسئله هایی که به دین و دنیای ما فایده ندارد، بعدم غضب. حتما که در داخل این گونه تلاش ها غضب می آید. در داخل غضب چه خیلی گفتم، هزارها مصیبت های جسمانی و روانی به ما می رسد. و چقدر بدبینی ها که انسان های را هستند که ما بخشیده نمی توانیم. پس اینجا عزیزان این مسئله بود درباره غضب. و در آخر کوتاه قصه علی ابن حسین ابن علی عبیره پیامبر رو میگویم که راستی پیش از همین برنامه بود، چند دقیقه خودم گفتم و حتی آب دیدم ریخت. بار علی ابن حسین از کوچه می رفتن. علی ابن حسین عبیره حضرت علی هستند. مرد می آید و با غضب خیلی علی ابن حسین را دشنام میکند. علی ابن حسین هرچی او گفت خاموش گوش میکنند، خیلی دشنام میکند. اطرافیان علی حسین میخوان او مرد رو بزنند که تو کی هستی که اصلا به نبیره حضرت علی و فاطمه، به عبیره محمد صلی الله علیه و سلم این گونه گویی. حضرت علی ابن حسین زین العابدین میگن به حالش مانه، بگذار بگوید. وقتی همه چیز رو میگوید یعنی خواه و نخواه انسان غضبی میشود، اما خود رو به دست گرفتن رو بینید. علی ابن حسین میگن حالا هر چی گفتی تمام کردی؟ میگه گفتم. علی میگن مرا خوب میشناخته، زیاد چیزایی که درباره‌ام گفتی درست بود، از تو زیاد چیز پنهان نیست. اکنون بگو چی حاجت داری، چی مشکلی داری من برآورده کنم؟ آن مرد خیلی شرم می‌دارد، خجالت میشود، سرخ میشود. علی این رو هم تحمل کرده نمیتواند. لباسی که خودشان پوشیده بودند به او میپوشانند، ریدا میگویند، یعنی جامه‌ای که از بالا یا خلعت. بعد میگن به او 1000 دینار پول بدید، یک پول کلان. وقتی این پول رو به او میدهند، آن مرد میگوید قسم به الله تو از فرزند پیامبر هستی. یعنی این همه رو گفتم و بجز این که صبر کردی و غضب نکردی، به من هدیه دادی، به الله قسم میخورم تو از فرزند پیامبر هستی. انسان عادی این کارو نمیکنه. پس عزیزان بعضی میشود که در حقیقت ما رو به جای میرسونند که تحمل کرده نمیتوانیم، اما به خاطر الله اگر صبر کرد، به خاطر الله اگر بخشید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، میبینید که خود همان انسان یکم شرم و خجالت میکشد. دویما درجه ما، انسانیت ما، هم در نزد پروردگار، هم در نزد مخلوقات، هم در خانواده خود چقدر بالا میشود. پادشاهی میشویم در روی زمین، فرشته میشویم در روی زمین که خداگاه نیستیم، اما مردم مشتاق صحبت کردن با ما، مشتاق دیدار من و شما میشوند. برعکس نفران جنگره و عصبیه که همه از آنها گریزان هستند، حتی اهل خانوادهشان که نمیخواهند با این عصبی بنشینند که ضررش میرسد. این بود برنامه امروزه من، با امید که هم خود من هم شمایان بتوانیم در وقت عصبانیت خود را به دست گیریم تا که این همه مصیبت به سر ما نآید. شمایان را به الله یگانه میسپارم. استودعکم الله الذی لا یضیع ودائعه. اللهی که هیچ به امانت ها خیانت نمی کند، اما در امان او باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.